Davlat dar in samt با اینستیتوی مالیاتی کار کرده در بدتری گرانت یا کردیت و خواجگی‌هایی که مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان روز 18 نوامبر طرح قانون بودجه سال 2016 را تصویب کرد که حجمش به 8 میلیارد و 306 میلیون سومانی برابر بوده، در قیاس با بودجه سال گذشته 3 میلیارد سومانی بیشتر است. قانون بودجه همگی برای سال مالیاتی یک سال داخل دارد و آن آزادی که در بودجه همین سال پیش بینی می شود برای یعنی که آن کارخانه و آن سمت‌هایی که در دوام همین سال عملی کرده می شود همون با این گرفته می شود. به قول وزیر مالیه تاجیکستان بودجه سال آینده نیز خصوصیت اجتماعی داشته. در سال 2016 برای تامین بخش‌های اجتماعی کشور 8.3 میلیارد سومانی روانه می‌گردد. طرح بودجه سال آینده در حال بررسی و قبول شد که به قول مقامات تاجیک اجرای بودجه سال روان دچار مشکل شده است. به گفته آنها تا ماه سپتامبر سال جاری به بودجه همگی 10 میلیارد و 800 میلیون سومانی وارد شده است که از نقشه پیش بینی شده 391 میلیون سومانی حدود 60 میلیون دلار کمتر است. با نظرداشت خوف و های ناگوار بحران و احتمال اجرا نشدن قسمت درآمد بودجه تاجیکستان، حکومت نیت دارد در 3 سال آینده 670 میلیون دلار از خارج کشور قرض بگیرد. قرض بیرونی تاجیکستان در حال حاضر به بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی میرسد.